درود دوستان، من پویا هستم و در حرفه آموزش رانندگی در هامبورگ آلمان فعالیت میکنم. در چند ماه گذشته خیلی از من پرسیده شده که شرایط گرفتن گواهینامه آلمانی چیه. واسه همین تصمیم گرفتم که پیش نیازها و شرایط گرفتن گواهینامه آلمان رو توی این ویدیو براتون توضیح بدم. پس اگه این موضوع براتون جالبه تا انتهای ویدیو رو تماشا کنید. اول از همه باید بدونید که دو تا گروه وجود داره. گروه اول اون عزیزانی هستن که تا حالا گواهینامه نداشتن یا اگه هم داشتن در حال حاضر گواهینامه‌شون فاقد اعتباره. گروه اول باید به یک آموزشگاه مراجعه کنن، اونجا ثبت نام کنن. موقع ثبت نام هم باید مدارک شناسایی، عکس، گواهی چشم پزشکی به انضمام شرکت توی کلاس‌های آموزش‌های کمک‌های اولیه رو داشته باشن. یک تاییدیه هست، اونو باید به همراه خودشون ببرن. در بسیاری از مواردم تمام این خدمات رو که گفتم خود آموزشگاه به شما ارائه میکنه. مثلا خودشون تست چشم میگیرن، عکس میگیرن یا حتی کلاس‌های آموزش کمک‌های اولیه رو هم برگزار میکنن. این مدارک که تکمیل شد، آموزشگاهتون مدارک رو به نمایندگی از شما میذاره داخل یک پوشه، ارسال میکنه واسه اداره راهنمای رانندگی. همزمان برای شما ثبت درخواست گواهینامه هم میکنه. البته استانهایی هم هستن در آلمان که خود شخص میتونه در ابتدا درخواست رو بره اداره راهنمای رانندگی ثبت کنه، بعدش بره آموزشگاه ثبت نام کنه. این بستگی به ایالت شما داره. گروه دوم کسانی هستن که در حال حاضر یک گواهینامه معتبر از یک کشور دیگه خارج از اتحادیه اروپا دارن، از جمله ایران. این عزیزان اجازه دارن در ابتدای امر به مدت 6 ماه بدون هیچ درخواستی به صورت کاملا قانونی با گواهینامه خودشون در خاک آلمان رانندگی کنن. تأکید میکنم لطفاً 6 ماه از اولین روز اقامت در آلمان. یعنی اگه شما 2 سال پیش بنا به هر دلیل یک بار اومدی آلمان، بعدش برگشتید کشورتون، الان نمیتونین دوباره با اومدن به آلمان این کار رو انجام بدید. دیگه اون 6 ماه شامل حال شما نمیشه. از اولین روز ورود شما در خاک آلمان فقط 6 ماه. بعد از 6 ماه اگه هنوز گواهینامه شما اعتبارش منقضی نشده، شما هم علاقه‌مند به گرفتن گواهینامه آلمانی هستین، میتونید گواهینامه خارجیتون رو تبدیل به گواهینامه آلمانی کنید. حالا چطوری؟ به این امر میگن اومشرایبن. بسیار عالی. حالا چجوری میتونیم اومشرایبن رو انجام بدیم؟ باید اول از همه گواهینامه فعلیتون رو ترجمه کنید. ببرید بدید یه دارو ترجمه براتون ترجمهش کنه. بعدش داخل اداره راهنمای رانندگی، نه آموزشگاه، اداره راهنمای رانندگی، یک وقت برای ثبت درخواست اومشرایبن بگیرید. معمولاً وقتی هم که بهتون وقت میدن واسه 1 ماه بعد میگن برید کاراتون رو انجام بدید. خیلی زمان میبره. پس لطفاً زودتر اقدام بکنید، زودتر این وقت رو بگیرید. مدارک رو که تکمیل کردید، مدارک چی بودن؟ از جمله عکس مجدداً، گواهی چشم پزشکی و تاییدیه شرکت در کلاس‌های کمک‌های اولیه رو روز ترمینتون، اون روزی که وقت دارید، این مدارک رو با خودتون ببرید، درخواست اومشرایبن رو توی اداره راهنمای رانندگی ثبت کنید. بعدش برید آموزشگاه ثبت نام کنید. نکته مهم، تفاوت گروه 1 و 2 توی جلسات اجباری آموزش هست. حالا گروه اول موظفن در 14 جلسه کلاس تئوری شرکت کنن. معمولاً هم توی 7 روز برگزار میشه، هر روزم 2 درس. بعد باید با یک تست توی آموزشگاه یا توی اپ آموزشگاه ثابت کنن که به میزان کافی اون مباحث تئوری رو یاد گرفتن. بعد از اون آموزشگاه براشون یک وقت امتحان تئوری میگیره از اداره راهنمای رانندگی، میرن امتحان میدن. گروه دوم فقط موظفن که اون تست رو توی آموزشگاه یا اپ آموزشگاه انجام بدن و با کمک این تست نشون میدن که تئوری رو یاد گرفتن و الزام به شرکت کردن توی این جلسه‌های اجباری تئوری ندارن. بعد از اون تست و قبول شدن توی اون تست، آموزشگاه براشون وقت امتحان تئوری میگیره. خیلی هم عالی. حالا بعد از امتحان تئوری میریم سر وقت امتحان عملی. گروه اول باید 12 جلسه 45 دقیقه‌ای رانندگی کنن، شامل اتوبان، جاده‌های خارج از شهر، رانندگی در تاریکی. بعد از اون معلم رانندگی به میزان نیاز شما قوانین رو یاد میده. بعد معلمتون باید تایید کنه که شما قوانین رو بلدین و میتونید موقع رانندگی هم
صحیح با اون قوانین رانندگی کنید. این تاییدیه معمولاً به این شکله که معلمتون با شما یک تست امتحان عملی انجام میده. بعد از اینکه اون تست رو قبول شدید تایید میکنه براتون وقت امتحان میگیره و شما میرید امتحان عملی رو انجام میدین. حالا گروه دوم اون 12 جلسه اجباری رو ندارن ولی باید رانندگی کنن، قوانین رو یاد بگیرن و در نهایت مثل گروه اول معلم رانندگیشون باید تایید کنه که قوانین رو یاد گرفتن، توی خیابون هم میتونن به همین شکل رانندگی کنن. یعنی مجددا اون تسته باید انجام بشه و الی آخر. این روند ممکنه با 5 جلسه رانندگی انجام بشه یا حتی به خیلی بیشتر از 5 جلسه نیاز داشته باشه. همه چیز به خود شخص و عادات رانندگیش بستگی داره، چون تغییر دادن بعضی از عادتها معمولا از یاد گرفتن یک مهارت جدیدم به مراتب سخت‌تره. این کل داستان بود. شاید اولش یکم پیچیده به نظر برسه ولی بهتون قول میدم 1000 نفر قبل از شما این مسیر رو رفتن، موفق شدن. شما میتونید، سخت نگیرید، فقط شروع کنید، انجامش بدید، تمامش کنید. موفق باشید. بدرود.